شهر اصفهان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز تئاتری کشور، پرورش دهنده بسیاری از هنرمندان بزرگ و به نام این حوزه بوده است. میدان نقش جهان به عنوان اولین تماشاخانه ایرانی در عهد صفوی، مکانی برای اجرای نمایش‌های ملی مذهبی کشور بود. بعد از آن قهوه‌خانه‌ها، مدارس و سالن‌های اجتماعات موقتاً به مکانی برای اجرا و تماشای تئاتر بدل شد. تئاتر و تعزیه در اصفهان ریشه‌ای چند صد ساله دارد، اما در دهه‌های اخیر وضعیت هنرهای نمایشی شهر چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. با رشد محبوبیت این هنر بین مردم و افزایش تعداد گروه‌های نمایشی شهر، کم کم هنرمندان این حوزه با کمبود امکانات از جمله سالن‌های استاندارد و پلاتوهای تمرین روبرو شدند. این مسئله به اندازه‌ای اهمیت داشت که در نهایت منجر به مهاجرت تعداد زیادی از هنرمندان شد. اما سرنوشت تئاتر اصفهان به همینجا ختم نشد. هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد تپه‌ای که روزی میزبان شهربازی آبشار بود، امروز به مکانی برای گردهمایی هنرمندان شهر تبدیل شود.